مهندسی برق الکترونیک خوندم توی دانشگاه. بعد الان توی حوزه ساخت وسایل مینیاتوری و اسباب بازی‌های چوبی دارم فعالیت میکنم. محمد امین هستم، رستملو، دانشجوی مهندسی مکانیک دانشگاه زنجان. ترم 4 رو تموم کردم، از مهر ماه ترم 5 شد. خسته هستم، دارم از پا میافتم. اسمم نسترن جان نثاره، دانشجوی سال 5 دکترای معماری سیستم‌های کامپیوتر دانشگاه تهرانم. اومدم اینجا کمک کنم، ثواب کنم کباب شدم. من احسان کریمی هستم، دانشجوی سال 2 پزشکی توی دانشگاه علوم پزشکی زنجان و یکی از اعضای کمیته علمی رویداد برپا. بهنوش نظریه هستم، فارغ التحصیل رشته فیزیک، گرایش بیوفیزیک از شاخه چگال نرم از دانشگاه تحصیلات تکمیلی. مقطع ارشدم رو تموم کردم. لیلا تقیلو هستم، فارغ التحصیل مقطع ارشد رشته برق، گرایش الکترونیک قدرت و ماشین‌های الکتریک. خیلی وقته که آقای آهنی رو از کلاس 5 ابتدایی میشناختم و همینجوری فعالیتم ادامه دار شد تو مؤسسه که تو رویدادم باشون همکاری کردیم. میدونستن که من چی کارو کردم، سابقه منو میدونستن، سابقه تحصیلیمو، سابقه فعالیتمو. ذکر و خیرم به گوش آقای آهنی رسید. ابعاد وجودیم خیلی گسترده بود. از یه طرف هوش مصنوعی و بین رشته‌ای کار می‌کردم، با وجود اینکه رشته‌ام کامپیوتر. گفتن که باید پاشی بیای و این رویداد باشی. سال پیش من توی رویداد بودم به عنوان شرکت کننده. بعد که گذشت، خب رویداد سال پیش که تموم شد، قبل از اینکه رویداد امسال شروع بشه، بچه‌ها صحبت کردن با من، آقای آهنی ارتباط گرفتن از بچه‌های انفرماتیک کنیم، با هم صحبت کردیم، در ارتباط بودیم. نهایتاً این شکلی شد که من وارد رویداد امسال هم شدم. من از طریق خانم مهندس تقیلو با رویداد آشنا شدم. مهندس آهنی لطف کردن و توانایی‌هایی در من دیدن، من رو دعوت کردم برای اینکه اینجا ایفای نقش کنم. از طریق آقای آهنی با رویداد آشنا شدم. ابتداً طراحی برنامه هم یه جورایی من هم در جریانش بودم و با هم پیش بردیم. رویداد امسال چه نقشی داشت؟ در کل که نقش خاصی نداشتم، ولی خب سعی کردم به رویداد برپای سال گذشته یه کمی بخشای حوزه توسعه فردی و اینها رو اضافه کنم. با توجه به تجربه‌ای که من دارم، بچه‌ها یه کارگاهی رو اینجا داشته باشن توی اون سازه پروازی که براشون در نظر گرفته شده، بسازن خودشون. اول قرار بود سخنران باشم و بیام راجع به رشته‌ام صحبت کنم. گفتم پاشو بیا یکی از داستان کوتاهاتم بخون. علمی تخیلی خوندم. برای رویداد دختران یه چیزی نوشتم، هوش مصنوعی بود، راجع به آینده و اینا بود که یه دستیار خانگی باشه که هوش مصنوعی کامل باشه. برای پسران یه چیزی پاد آرمان شهری نوشتیم، راجع به پس آخر زمانی بود. تقریبا مثلا اینطور بود که اگه کره زمین نابود بشه و اینا چطوری میشه. داور و منتور هستم قسمت تجربی رویداد. مدیر و گرداننده بازی‌های گروهی دومین رویداد برق. نقش اصلی من دبیر کمیته علمی رویداد هست. فرعیشم حالا تا جایی که من حضور داشتم مشایعت می‌کردیم بچه‌ها رو سمت خوابگاه و بچه‌ها در ارتباط باشیم، صحبت بکنیم، باهاشون ارتباط بگیریم. پیاده‌سازی برنامه‌ای که داشتی چطور بود؟ تصویب تا عملی تفاوته چقدر؟ من قبلا خب تجربه کادر اجرایی بودن توی برنامه‌های مختلف رو داشتم، ولی هیچ کدوم به سنگینی این برنامه نه. ولی خب فکر می‌کنم توی حوزه خودش، توی مثلا حوزه دانش آموزی کم نظیر بود و حالا مخصوصا رویداد دختر که تمام شده و بازخوردی که می‌گرفتیم بچه‌ها همه راضی بودن و این برای ما خیلی نقطه قوتی بود که بهمون انگیزه میداد تا کار کنیم برای رویداد پسران با قوت زیاد ادامه بدیم. پارسال چون اول کار بود و اینکه ما تجربه، حداقل من خودم تجربه برگزار کردن مسابقه قبلا نداشتم. خیلی استرس شدید بابت اینکه چطور می‌خوایم جلو ببریم، چطور می‌خوایم داوری بکنیم. بچه‌ها توانایی رو دارن که این سازه رو توی اون زمانش هندل کنن یا به زمان بیشتری احتیاج دارن، آیا چقدر تجربه دارن. اما پروژه اول خیلی شگفت‌انگیز و عجیب برای ما روحیه آورد. بچه‌ها خیلی خوب عمل کردن، خیلی خوب ارتباط گرفتن. یعنی چیزی که باعث دلگرمی من شد این بود که بچه‌ها فوق‌العاده
خوشحال از این کارگاه رفتم بیرون. اصلا احساس اذیت نمی‌کردن، احساس سختی نمی‌کردن. باعث شد که رویداد دومو کاملا مستقر رو با اعتماد به نفس اجرا کنم. رویداد دوم خب خیلی پخته‌تر برگزار شد چون ایرادات کار خودم رو درآوردم. حقیقتا اونچه که من پیش بینی کرده بودم خیلی متفاوت بود. یعنی دقیقاً زمانی که به بحث عمل رسید ما با یه سری مشکلات روبرو شدیم که ولی خب نذاشتیم مشکلات به ما غالب بشن. در هر صورت سعی کردیم به هر شکلی که میتونیم مشکلات رو برطرف کنیم و تو همین فضایی که داریم با شرایطی که برامون برقراره بازی‌ها رو پیاده کنیم. ما انتظار داشتیم که داور یک امسال خیلی ساده و روتین باشه. منتها بعدش بچه‌ها اومدن دیدیم که یه سریا واسه کرمشون طرح‌های عجیب غریب و جذاب زدن. یه سریا طرح‌های سه‌بعدی زدن، یه سریا تیزر ساختن، یه سریا ویدیوهای بلندتر حتی ساخته بودن، یه سریا یه گروهی حتی من یادمه که شعر گفته بودن واسه کرمشون، واسه تبلیغاتشون. ارائه‌های خیلی خوبی داشتیم، بازاریابی عالی بود. این خیلی جذاب بود. داوری کرم از لحاظ تنوع و تعداد گروه‌ها واقعا عالی و جذاب بود. قطعاً چون ابتدای کار هستیم ما پذیرای هرچی انتقاد و پیشنهاد از سمت بچه‌ها باشه هستیم و تمام تلاشمون رو می‌کنیم کارمون رو بهبود بدیم. قطعاً یه سری مشکلاتی ما داریم، دلمون میخواد بیشتر با همون همکاری بشه که به بچه‌ها بیشتر خدمت بکنیم از همه ارگان‌ها. قشنگ‌ترین خاطره که از برپا به یادگار انرژی مثبتی که از بچه‌ها می‌گرفتیم. مثلا بچه‌های مثلا توی رویداد دخترها خب بچه‌هایی بودن که یکی از بچه‌های مشکلی داشت، مثلا می‌خواستش روز دوم از رویداد بره. مثلا من بهش گفتم که نه، من هواتو دارم، کمکت می‌کنم مشکلت برطرف بشه ولی بمون رویدادو. و خب روز آخر با کلی انرژی اومد، از من کلی تشکر کرد. من کار خاصی انجام نداده بودم واسش، ولی خب همون انرژی مثبتی که بهم داد، ازم تشکر کرد که باعث شدم بمونه بقیه رویداد و خودش انرژی مثبت بود. یا بچه‌هایی که میگفتم مثلا سالها بود انقدر به اندازه این 4 روزی که اینجا بودیم خوشحال نبودیم. وقتی توی مسابقه میبینم که بچه‌ها خیلی هیجان دارن توی مسابقه، خیلی خوشحالن و خوششون میاد از این برنامه، این بهترین خاطره منه و هر جا تعریف کنم و هر جا میگم تعریف کنم که برنامه‌ای تونستم اجرا کنم یا برنامه اجرا شد. البته به کمک همه دوستان و من تشکر می‌کنم از همه کسایی که من کمک کردن. اینجا خاطره خیلی زیاد هست آقای گنجی، انقدر زیاد هست که نمیتونم یکیش رو به عنوان بهترین خاطره اسم ببرم. هر روز اینجا خاطره بود، هر روزش رو دوست داشتم. هر لحظه‌ای که چهره یکی از این بچه‌ها تو ذهنم میاد به خاطر حالا کاری که داشته می‌کرده، خلاقیتی که به خرج داده، سوالی که پرسیده، برای من یه خاطره قشنگی که دوست دارم تا مدت‌ها برای هر کسی که می‌بینم تعریف کنم. یکی از درصد قشنگ تعامل ارتباطاتی بود که توی تیم اجرایی داشتیم با منتورای دیگه، با عوامل اجرایی، با آقای آهنی، با دربی، با همه داشتیم. این از لحظات قشنگ روی داد. وقتی مصاحبه بچه‌ها رو دیدم که چطور داشتن از ارتباطی که با تیم گرفتن تعریف می‌کردن، واقعا خوشحال بودن. نوع برخورد تیم اجرایی، تیم منتورا رو دوست داشتن. این برای من خیلی ارزشمند بود چون واقعا بچه‌ها رو ما خیلی دوست داشتیم و اینو اونا هم حس کرده بودن. این برای من خیلی شیرین بود. آرزوتون برای برپا چی میشه؟ امیدوارم که بتونیم این رویداد و سالهای آینده هم برگزار کنیم، بتونیم توی سطح کشور برای استان‌های دیگه برگزار کنیم تا بچه‌های بیشتری بتونن از تجربه حضور توی این رویداد استفاده کنن. آرزوم برای همه دانش آموزا، همه سن جوان و نوجوان اینه که بتونن به همه ناامیدی‌ها غلبه کنن و همه تنها روحیه مشترکشون امید باشه. هر روحیه‌ای که دوست داشته باشن دوست دارن داشته باشن، اما یک روحیه مشترک داشته باشین و اون امیده. آرزوم برای برپا واقعا اینه که همه‌گیر بشه، کرونا بره کنار، برپا بیاد. من دوست دارم برپا تو سالهای بعد گسترش پیدا بکنه، چه استان‌های دیگه، چه شهرهای دیگه، یا حتی تو شهر خودمون بیشتر باشه، بچه‌ها بیشتر حضور داشته باشن تا بتونن این کار گروهی و تعامله رو بیشتر تو زندگیشون احساس کنن. من از ته قلب امیدوارم برپا ادامه داشته باشه. آرزوی من اینه که واقعا بتونیم مهارت‌هایی که این بچه‌ها لازم دارن رو
بهشون یاد بدیم، اونا پذیرا باشن، از آموختنش لذت ببرن و واقعا تو دنیای واقعی استفاده بکنن ازش. مرسی، دستتون در نکنه. سلامت باشید. متشکرم از شما. دست شما درد نکنه. مرسی. تمام.